سلام و خوش استایلای شهلابرند. امیدوارم جور صحتمند باشین. دوستای عزیز، امروز میخوایم شالای که تازه بعد استعمار رسیده را بلدهشون در معرفی بگیرم و یکی نشان بدم که چی مدلای جدید بر ما تازه رسیده. شروع میکنم از این شال مقبول که از زیبایی از این هر قدر بگوییم کم است. از دخت از این که دخترای افغانستان، خانمای وطن ما در زحمت بسیار کشیده. اینا شالای دستوزی است، دامنش بسیار زیاد مقبول کار شده و همچنان آستینش و کمرش بسیار ظریف کار شده که و همچنان میخوایم این شال مقبول رو هم برتان نشان بدم که این دیگه 2 برابر از او مقبول است. بسیار ظریف کار شده، اینی آستینشان بالایش کار شده، کمربندشان بسیار ظریف مقبول است. خود لباس هم و همیشه ما گفتیم که شال همیشه باید رنگش تاریک باشه، رنگ تاریک بیشتر در شال میایه، ولی خب سلیقه ها فرق میکنه دیگه. بعضی از دوستا که است، بعضی از دختر خانما که است شال رنگ روشن هم دوست دارن که ما رنگ روشن هم به این زیبایی داریم که بسیار زیاد ظریف و مقبول کار شده. شال همیشه که است استایل است، هیچ وقت مودش نمیره. باید از این شالا حتما در الماری لباسایتان باشه و همچنان شالای دیگه هم ما اینجا داریم که سکینه جان براتان نشان میده. و دوستای عزیز نگفتن همونه که عید قربان نزدیک است، بهتر است که از همیال و شماره واتساپ ما پیام بگذارید. سفارشاتان ثبت میشه، مدلای جدید تازه آپلود شده، بریم ببینین چطور خوش کردین و شماره واتساپ ما پیام بگذارید. ارسال به سراسر جهان از شهرهای امروز تا بعد. بهار باید بخیر آوال تو باید، دم عطری گلی دسمال تو باید، دم عطری گلی دسمال تو باید. دلم کاغذ برانی رنگ واری، چوغه گشته بله دیوال تو باید، چوغه گشته بله دیوال تو باید. پیچه تو بله ابروی تو باید، دوایی لطی بارو توی تو باید. بهار پیشی روی لاله بیکاره، دلیم چارگم بده بلوی تو باید. دوچم تو آرزوی زندگی من، غزل بنده دموی زندگی من، غزل بنده دموی زندگی من. نه پالوی